بینندگان عزیز، سلام خدمت شما. رئیس جمهور اوکراین بالاخره بی وقت بی موقع طغیان کرد. حال یک پای به اصطلاح هر دو پا را در یک موزه کرده، میگه توافقنامه را امضا نمیکنم. توافقنامه واگذاری معادن به امریکا امضا نمیکنم، در حالی که کشور خود برباد داده حال در وعده آخر خود قایم کرد. صدراعظم آلمان گفته است که در انتخاباتی که اونجا انجام گرفت اعتراف کرده است که ما شکست تلخی خوردیم. البته شکست شولز در آلمان عواقب دراماتیکی به اصطلاح خواهد داشت و رهبر پولند منتظر بود که صبر کرد تا که به اصطلاح ترامپ یک ساعت بعد ایره به حضور خود پذیرفت. یعنی منتظر بود. عجیب است، اروپا یک دستبین امریکا شده و بسیار مضطرب هستند. ویتکاف نماینده ویژه ترامپ البته واضحا حالا میگه که جنگ تحریک شد، یعنی این جنگ اوکراین تحریک شد، نه لزوما توسط روس ها، یعنی توسط غرب تحریک شد. و خب اظهارات جنجالی بود. گفت جنگ نباید رخ میداد، این جنگ تحریک شد، روس ها این کار نکردن. بحث پیوستن اوکراین به ناتو در سال 2022 به یک تهدید تبدیل شد علیه روسیه که روسیه حمله کرد. البته و به گفته ویتکاف مسکو با حضور نشان داده که آماده پایان دادن به این درگیری است. یعنی کاملا غرب از تمام چیزی که موضع‌گیری قبلی خود در برابر روسیه چرخش کرده. البته این چرخش دائمی نیست، از مجبوریت امریکاست. زلنسکی گفته است که تنها 100 میلیارد دلار به عنوان کمک مالی ما از امریکا دریافت کردیم، نه قرض. که ترامپ اصرار داره که این وام بود، ما وام از شما میگیریم. ما وام نگرفتیم، مصرف جنگی گرفتیم. یعنی زلنسکی حالا به اصطلاح یعنی فهمیده که سیاست بازی و اشتباه سیاسی چقدر وحشتناک است. حالا میگه ما بدهی 500 میلیارد دلاری اوکراین به امریکا را که امریکا میگه اصلا به رسمیت نمیشناسیم، ما هیچ بدهی نداریم. میگه ما تا 100 میلیارد دلار هم نمیشناسم به رسمیت. ما با بایدن توافق کرده بودیم که یک کمک مالی بودی، نه بدهی. خواهی چقدر به اصطلاح زوال و رنگ زردی را نشان میده. خب در ادامه زلنسکی میگه که در صورت بررسی توافق مواد معدنی به عنوان تضمین‌های امنیتی، البته بهتر است که نیروهای امریکایی بیاین در اوکراین مستقر شوند. که ما را نگاه بکنن، میخواه پای امریکا را بکشه به جنگ با روسیه. زلنسکی میگه بستای تسلیحاتی به ارزش 15 میلیارد دلار از امریکا که بر ما وعده کرده بودن تا هنوز داده نشده. این 500 میلیارد 350 میلیارد دلار از کجا بازی یا سرمایه حساب میکنن؟ کار به اینجا کشیده. خب دوستای عزیزی بود برنامه فیلم ما. تا برنامه دیگه ما شما را به الله یکتا میسپارم.